اگه تنبلی و احساس تنبلی داری یا نه اصلا وقت نداری که بتونی بری پادکست ها و ویدیوها و یا کتاب های توسعه فردی رو بخونی و گوش بدی، اینجا جای مناسبی برای توه، چون من پادکست ها رو گوش میدم و نکات مفیدش رو برات خلاصه میکنم. امروز پادکستی که گوش دادم در مورد خوددوستی و عشق به خود بود. این پادکست میگفت که تو توی مسیری که میفهمی که باید اولویت اول و آخرت اول خودت باشی، خیلی ها رو ممکنه از دست بدی. حالا میگم اولویت اول و آخرت خودت باشی چجوریه؟ یعنی اینکه تو باید توی همه انتخابات و تصمیماتت خودت رو اولویت قرار بدی و بقیه آدم‌های اطرافت رو توی گزینه‌های بعدی در نظر بگیری. این به معنی ایثار نکردن یا فراموش کردن اطرافیان یا آدمای مهم زندگیت نیست، بلکه مهم اینه که خودت رو در روابط با بقیه آدما ارزشمند حس کنی و این جایگاه ارزشمندی خودت رو به بقیه نشون بدی، مستقیما یا غیر مستقیما، و بگی که آقا من ارزشمندم. درسته برای شما کلی کارهای خیر و حال خوب کن انجام میدم، ولی قرار نیست که شماها تا وقتی که من بهتون سرویس یا خدماتی میدم منو دوست داشته باشین و اگر یک روزی خدماتم به شما قطع شد دیگه دوستم نداشته باشین. همچین خبری نیست. در واقع شما باید خودتون رو اولویت قرار بدین تا احساس ارزشمندی کنی و بقیه جایگاه ارزشمندی تو رو بفهمن و درک کنن. چه بهشون سرویس بدی، چه بهشون خدماتی ارائه نکنی، چه تو روزهای سخت و چه تو روزهای خوب در کنار تو ممکنه بمونن و ممکنه هم نمونن، ولی اول و آخر این خودت هستی، در کنار خودت هستی. و اینو متوجه باش که با خوشگذرونی‌های کوتاه مدت و سطحی نمیتونی از خودت فرار بکنی، چون یه وقتایی میایی میبینی که به خاطر فرار از تنهایی همش داری میدوی اینکه به سمت اینکه بری توی جمع باشی، توی جمع با بقیه و یا با هر آدمی که اصلا همسط با انرژی تو، روح و روان تو، فکر تو، خلق تو و فرهنگ تو نیست و فقط میخوای از تنها بودن با خودت فرار کنی. آره تنهایی سخته، آره مواجه شدن با حقیقت خودت توی ساعتهایی که هیچ کی نمیتونه درکت بکنه و یا سکوت مطلق دورت رو فرا میگیره، اینکه توی 4 دیواری بشینی و با خودت تنها بشی و یا فکر بکنی. آره میدونم عزیزم سخته، ولی این سختی رو اگه به جون بخری با خودت آشنا میشی، خودت رو پیدا میکنی، خودت رو حس میکنی. قرار نیست کسی جای خودت رو برای خودت بگیره. اینو توجه داشته باشین که وقتی خودت رو دوست داشته باشی ممکنه خیلی از آدمای اطرافت از دورت پراکنده بشن و دیگه کنارتو نمونن. چرا؟ چون میبینن که داری عوض میشی، داری یه آدم قدرتر و با ارزشتر و با صلابت‌تر میشی. اولویت‌های زندگی داره تغییر میکنه و یه کارایی انجام میدی که دیگه با من قبلیت خیلی فرق داره. مثلا چه کارهایی؟ خب معلومه، مثلا ورزش کردن، در واقع خوردن غذاهای سالم، کوهنوردی، ارتباط با آدمایی که اهل دود و دم و سیگار و مشروب و قلیون و اینجور چیزا نیستن، اهل دراگ نیستن، آدمای متعهدی هستن توی رابطه هاشون، نه آدمای دم دستی و هر جایی که هرز میپرن و کم کم انرژی منفیشون به تو هم منتقل میشه. حتی اگه دوستای صمیمی نزدیکت باشن، حتی اگه رفیقات باشن. ممکنه یه رفیق داشته باشی که فقط عادتش این باشه که غذاهای چرب و فست فود و فقط وقتی که میخواد بره جاهایی که یه پایه میخواد برای در واقع این خوردن اینجور غذاها به تو زنگ بزنه.
ولی وقتی ببینه که تو داری رژیم میگیری، رژیم سالم میگیری، داری ورزش میکنی، بیا ولش کن بابا، اصلا چه به این زنگ بزنم، خودم تنها میرم. یا میبینی که این آدمه داره ازت فاصله میگیره. یا مثلا اونی که میخواد بره قلیون بکشه، وقتی میبینه تو میری به سمت ورزش و کوهنوردی، خب معلومه که ازت فاصله میگیره، چه رفیقت باشه چه دوستت باشه. ولی نترس. میدونی چرا؟ چون هم اینکه داری کارهای مثبت‌تری توی زندگیت روتین میکنی و هم اینکه وقتی میری که به سمت مثلا حالا کوهنوردی، اونجا قطعاً با دوستای همون سبک خودت آشنا میشی. کم کم آشنا میشی، مدارت عوض میشه، انرژیت عوض میشه. خود دوستی یه فراینده که تدریجی اتفاق میفته و ممکنه اوایلش که تنها میشی حتی وارد فاز افسردگی بشی. حتی ممکنه یه محیط یا مکانی که برای تو نیست رو ترک بکنی. این محیط ممکنه یه زندگی تلخ، در واقع زندگی مشترک باشه، ممکنه یه روابط سمی باشه که توشون قرار داری، ممکنه یه رابطه باشه با خانوادت که هی داری بهشون باج میدی ولی قدرتون نمیدونن، ممکنه در رابطه با یه رفیق داشته باشی که همش یک طرفه بهش خوبی میکنی، و یا حتی ممکنه یک فضای کاری سمی باشه، حتی یک کار کارمندی باشه، یه شغلی باشه که توش اصلا احساس راحتی نمی کنی و یا اصلا قدر تو رو نمیدونن، قدر اون تلاش‌ها و زحمت‌ها و کیفیت کار تو رو نمیدونن. هر چقدر هم خودتو بکشی بازم قدر تو نمیدونن. یکم فاصله بده. چقدر خوبی کردی در حق بقیه ولی برای خودت این خوبی‌ها رو 1000 نذاشتی. همش گفتی بذار بقیه راحت باشن، بذار بقیه ناراحت نشن، بذار بقیه خوب باشن، حال بقیه خوب باشه، بذار من از حق خودم کوتاه بیام، بذار راضی باشم به این چیزی که هست، بذار بیش از حد خودم نخوام. مگه چه ایرادی داره تو بیش از حد خودت بخوای؟ تو خیلی هستی، ارزش خودتو بدون، تو خیلی هستی، فقط گمش کردی، پیداش نکردی. به خاطر همین داری روزهاتو با دوست نداشتن خودت سپری میکنی. امیدوارم که این پادکستی که من امروز گوش دادم و خلاصش رو برای تو گفتم حالت رو دگرگون کنه، باعث بشه فکر بهش بکنی. امیدوارم هر چند وقت یک بار، هر چند روز یک بار، هر چند هفته یک بار برگردی و این ویدیو رو ببینی. مطمئنم که تمرین میکنی، روی عادتات کار میکنی و حال دلت رو بهتر میکنی عزیزم. امیدوارم که اگر خوشت اومده از این مطلب کامنت بذاری و در واقع تک به تک کامنت های مثبت و منفیتون رو، انتقاد هر چیزی باشه میخونم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی مراقب قلبتون، جسمتون، روحتون، فکرتون باشید.